شده در استودیو جیم. سما سنا صبح بخیر. باورم نمیشه تو اتاقم حبس شدم. سنا یعنی چی؟ آخه یکی نیست بگه به تو چه ربطی داره پسر هر کاری میخواد بکنه، به تو چه؟ چه خبر شده؟ کجا بودی تو دختر؟ رفته بودم برای جنابالی نون تازه بخرم. خوبی هم بهت نیومده انگار. معلومه چه فکری کردی. میبخشی؟ ببخش دیگه. یه لحظه، مگه نگفتی پول ندارم؟ نه نداشتم. پس این لباسا رو چجوری خریدی؟ با پول تو. با پول من؟ آره با پول تو. چطوره؟ خوشگل شدم؟ خب نمیخوای تعریف کنی؟ چیو؟ اینکه چرا اون وقت شب بیرون بودی؟ هرچی تو کوچه پیدا میکنه میاره خونه. گربه میبینه سری میاره خونه. سگ مریض پیدا میکنه سری میاره خونه. آره مریض بود، بردم دکتر، دارو دادم، خوب شد، ولش کردم رفت. آره ولش کردی تو کوچه، اما به لطف تو از جلوی در تکونم نمیخواد. خانم محترم خیلی میبخشین، عذر میخوام. همه این مسائل قابل حلن. من به شما قول میدم که دیگه حیوان نیاره تو خونه. یاماچ کاش فقط حیوان بود. بی خانمان پیدا میکنه میاره، پناهنده میبینه میاره. آخرین بار یه خانواده سوریه‌ای رو آورده بود تو خونه. دیگه بسته، غیر قابل تحمله. نصف شب تو خیابون بودن. معلوم نبود چند ساعت بود که با بچه کوچیک تو خیابون مونده بودن. اگه تو بودی چی کار میکردی؟ به نظرتون درسته که آدم به خاطر همچین چیزی مستاجرشو از خونه بیرون کنه؟ کلید خونه رو عوض میکنه؟ اونم خانومی مثل شما، کسی که از انسانیت و کار خیر سر در میاره، کسی که از تو چشماش میشه فهمید چقدر آدم خوب و درست کاریه. کاش فقط همینا بود پسر عزیزم. میدونی دوست اون دوست پسر من نیست. خیلی خوب، حالا هرچی که هست. یه لحظه صبر کن. میدونی فقط همون ماه اولی که اومده بود کرایه داد. الان 6 ماهی که کرایه‌شو نداده. برای اینم جوابی دارین سنا خانم؟ پول به نظر من چیز بی ارزشیه. بله اونا که خیلی خوب میدونم. خانم محترم به نظرم یه کاری کنیم. شما کاملا حق دارین. من بازم به جای سنا بهتون قول میدم اون اتفاق دیگه تکرار نمیشه. آخه من اجاره 6 ماهشو براتون واریز میکنم. شما هم کلیدای جدید خونه رو بدین به من.
خونه عزیزم. تو یه شوالیه واقعی هستی، اینو میدونستی؟ تو قصه هایی که بابام برام تعریف میکرد بودی. اسمت ژان پاردیان بود. ژان پاردیان؟ اسم قشنگیه، تا حالا نشنیده بودم. الان اینقدر خوشحالم که میتونم ببوسمت. یعنی تونستم. وای ببخشید. آره چجورم؟ خوبه؟ آره. فنتیلامین. یعنی چی؟ فنتیلامین یا فناتیلامین یه انتقال دهنده نورونیه. یه انتقال دهنده نورونیه که تو سیستم عصبی سینه هست. چه جالب. به چه دردی میخوره این فینلامیا میلادین نمیدونم چی باعث تولید دوپامین و نوروآدرینالین میشه. هورمونه. نوروآدرینالین دقت رو زیاد میکنه. باعث میشه تپش قلب آدم بره بالا. باعث میشه حس کنی انگار یکی داره به شکمت لگد میزنه. باعث میشه مردمک چشم بزرگ شه. یعنی باعث میشه چشمت هیچ کس و هیچ چیز رو نبینه. باشه، اما من هنوزم نفهمیدم. تو چند کیلویی؟ 54. تصور کن یه شکلات 54 کیلویی. فکر کن یه شکلات 54 کیلویی رو خوردی. چه حسی پیدا میکنی؟ من الان دقیقا همچین حسی دارم. من بدجوری عاشقت شدم. تو من بقیه عمرمونو با همدیگه میگذرونیم. خیلی خوشبخت میشیم. هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه خوشحالیمونو خراب کنه. یعنی تا این حد؟ چطور مگه؟ تو نیستی؟ پاشو ببینم. باید بریم. کجا؟ به قشنگترین جای استانبول. پاشو. تو مطمئنی اینجا مال برادرته؟ آره، چطور مگه؟ اگه نگهبان بگیرتمون تو دردسر میافتی. بی خیال نگهبان شو سنا. نگاه کن، یکم دیگه خورشید طلوع میکنه. خیلی خوشحالم. باورم نمیشه. دیوانه. یه سوالی دارم. اگه مشکلی چیزی داری از الان بگو که من خودم آماده کنم. یعنی چی؟ چه میدونم. قاتلی، دزدی، از دست پلیس فرار میکنی. شایدم حبس ابد گرفتی و امروز آخرین روز آزادیته. بگو بدونم خودم رو با شرایط وقف بدم.
اگه حبس ابد به هم بخوره منتظرم میمونی؟ معلومه که منتظر نمیمونم. دیوونه شدی؟ اسمش روش حبس ابد. اگه 5 سال باشه چی؟ آره اون وقت منتظر میشدم. 5 سال بریدم. تو واقعا دیوانه ای. نه حتما یه چیزی هست. نمیشه همین چیه اینقدر خوب باشه. باشه میگم. زود باش بفرست بیاد. نیم ساعت قبل از اینکه با تو آشنا بشم با یه دختری رابطه داشتم، اما قبل از تو بود. یعنی نمیدونستم قراره با تو روبرو بشم، اما از این به بعد اصلا پیش نمیاد. یه سوالی دارم. تو واقعی هستی؟ واقعیم. داره میاد. سلام علیکم. علیک السلام. آقا ما رو قبول کردی، رد نکردی. خدا ازت راضی باشه. دمت گرم. بفرما. آقا وقتتون نمیگیرم، سری میرم سر اصل مطلب. ببین آقا، میز ما رو از دستمون گرفتن، با نامردی حمله کردن، زدن و بردن و رفتن، پر بالمون رو شکستن، کاری کردن دیگه نتونیم بریم جایی که ازش نون در میبردیم.
متاسف شدم. ای بلاغه. بگذاریم. پا شدیم اومدیم استانبول، گفتیم خاک و سنگش تلاس میشه توش نون در آورد. اینی که میگم برمیگرده به سال پیش. به هر حال دست همشهریمون درد نکنه، پشت ما بایستادن، زیر پر و بالمون رو گرفتن. خدا رو شکر تونستیم دوباره پرواز کنیم. حالا حرف حق و باسد، من تو کار مواد مخدرم. هر کی علش باشه میدونه. هر کی میره گرفتار این کوفتی میشه نمیتونه به این راحتی ترکش کنه. البته فروشش هم اعتیاد آوره، نمیشه ولش کرد. آقا خلاصه برات بگم که ما آدمای جاهلی هستیم، هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. ما این کار هر جایی نمیشه انجامش داد، یه جای مخفی و پنهانی لازمه. ما هم تحقیق کردیم، پرسجو کردیم، محله امن آقامون رو پیدا کردیم. شنیدیم که اینجا بی اجازه تو پرنده پر نمیزنه. پلیس قبل از این که بیاد با تو هماهنگی میکنه. آدمای محله انقدر دوستت دارن که حاضرن به خاطر دنیا رو با آتیش بکشن. من تو زندگیم نه همچین محلی دیدم نه شنیدم. ایول، از من چی میخوای؟ بله. ببین آقا، به این سعادت‌دین به چشم یکی از بچه‌ات نگاه کن. دو تا مکان برام ردیف کن. زیر زمینی روی زمینش فرقی نمیکنه، فقط یه جای امن باشه. دیگه با بقیه‌اش هم کاریت نباشه. تکیه‌تو بده و نواتو نوازش کن. من هر هفته برات با چمدون پول میارم. دیگه نمیدونم میخوای مثل اون فرفری آمریکایی آتیششون بزنی نواتو گرم کنی یا بین آدمای محل پخش کنی. خودت میدونی، من دخالت نمیکنم. این پیشنهاد من بود آقا. نظرت چیه؟ ببین آقا سعادت‌دین بود دیگه، درسته؟ بله سعادت‌دین. اینجا محله ماست. آدمای محلمون پشت ما هستن، سلامت باشن. این حمایت یه دلیلی داره. دلیلش هم اینه که من از جون و مال اونا محافظت میکنم، اونا هم از مال ما. تو محله ما یه چیزی آقا، من اینجا نمیفروشم، اصلا تو ترکیه نمیفروشم، مستقیم اروپا. گفتم بهتون بگم. تو محله ما اسلحه فروخته میشه. آره، خیلی از آدمای این محل اسلحه دارن. درسته، یه عده هستن که شبا میان بیرون که تن فروشی کنن. های قربون دهنت. اما همشون وقتی برمیگردن خونشون میدونن که در امانن. مسئله فروختن یا نفروختن تو نیست آقا سعادت‌دین. مسئله اینه که این کار برای ما مناسب نیست. تو محله من این کار غیر ممکنه. موفق باشی پسر. چه کنیم آقا؟ قسمت نبود. من امروز با بزرگ خاندان این محل اختلاط کردم. دیگه بقیه‌اش اهمیتی داره مگه نه؟ فعلا روز بخیر.
نظرتون چیه؟ خوشم نیومد. اون موقعی که اومد پیشم خوشم نیومد. الانم خوشم نیومد. تو نظرت چیه پاشا؟ این آروم نمیشینه. الان از در بیرونش کردی، سعی میکنه از پنجره وارد بشه. تو؟ پول گرم لازمه. پول گرم بر نمیگرده بابا. نه گرم نه سرد. نمیخوام. پولی که از اون راه میاد بهتره نیاد. ما با سند اسلحه نمیگیریم بابا. فقط قرار بود مواظبشون باشیم بابا. تو هیچ کاری تو نخواه. ساکت باش. تو اصلا حرف نزن. 2 ماه یه لیرم از بارا نیومده. من باید برم جمع کنم؟ مگه نمیگی پول لازمیم؟ بیا. مگه آدمت نیست؟ برادرته. برادر یا غریبه کارشو درست انجام نمیده. تو هم که گوششو نمیپیچونی. بعد حرف از پول و بی پولی میزنه. طرفو دیدین؟ حریصه. معلوم قضیه رو ول نمیکنه، چون هیچ کی تا حالا بهش نه نگفته. اون وقت میخواین چیکار کنین؟ باید چشم و گوشتون رو حسابی باز کنین. قبل از هر کسی ما باید خبردار شیم که کی اومد تو محل و کی رفت. واقعا دست درد نکنه. چه میگی پسر؟ بازم از برادرت دفاع نکردی. گذاشتی هرچی دلش میخواد بهم بگه. اعصابم خورد نکن سری. مگه اخلاقش نمیدونی؟ معلوم بود اینجوری میشه. گفتیم بابا ادریس چشش باز میشه نور ما رو میبینه، اما پوچ بود. راه دیگه برام نذاشته. گذاشتن مادر. نذاشتن داداش. آره نذاشته. پس به آدم ها خبر بده. بگو بازار رو به هم بریزه. دوبله شده در استودیو جیم. یاماچ رئیس کارت داره. باشه الان میام. اوضاع چطور؟ همه چی خوبه؟ رئیس با من کار داشتین؟ این چند روز کجا بودی پسر؟ مریض بودم. زنگ میزدی خبر میدادی؟ انقدر مریض بودم که نمیتونستم خبر بدم. یا ما چی داری ازم مخفی میکنی؟ از انبار چند تا جعبه برداشتم. از حقوقم کم کن. من چی کار به این کارا دارم؟ هر چند تا برمیداری بردار. بحث من با تو اینه که جیپسین لسپول هستیم 61. تو از کجا فهمیدی؟ من میفهمم. چی کار میخوای بکنی؟ خیلی برات متاسفم. میدونی من کلکسیون گیتار جمع میکنم. آدم نمیاد بگه نظر تو چیه داداش؟ بیا هر چقدر پول میخوای بنویس. امکان نداره، نمیفروشم. اخراجت میکنم ها. اخراج نکنی دلگیر میشم. 100,000 تا. اصلا 150,000 تا. رئیس نمیفروشم. میدونی اون گیتار مال کیه؟ معلومه که میدونم. 200,000 دلار. خیلی میبخشی رئیس، هیچ قدرتی، حتی قدرت تو نمیتونه مجبورم کنه اون گیتار رو بفروشم. حرف دیگه ای هم ندارم. یاماچ این آخرین پیشنهادمه. 250,000 دلار. یاماچ پسر جون برگرد. 250,000 دلار. یاماچ جلاسون
بچه ها رو خبر کن بریم یه نگاهی بندازیم. خیلی خب پس بی خیال، مشکلی نی. بچه ها بریم. مشکلی نی. چه خبر پسر؟ ای بابا انگار این بار قراره به نتیجه برسه. تمومش میکنیم، نگران نباش. همه دارن سراغ میگیرن، میپرسن. خب یه لحظه، اندازه خودمون درست میکنیم، تولید عمومی نداریم. من که بعد 2000 پول گیرمون بیاد یاماچ. من نمیتونم مسئولیت همچین چیزی رو قبول کنم. بی خیال یاماچ، درستش کن دیگه. کی گفت مسئولیت به عهده بگیر؟ اصلا کسی نمیدونه کی درست کرده. فقط قرار پاکت های کوچیکشو ببینن، همینو بس. خیلی قویه پسر، هر کسی نمیتونه تحملش کنه. اوف میتره کنی پسر. یاماچ 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 یاماچ. خوش اومدین. چه خبر؟ خدایا باورم نمیشه. میدونستم یه خبری هست، میدونستم به زودی گندش در میاد. بیا اینم از این. نه یه لحظه، اشتباه متوجه شدی. سنا یه لحظه وایسا، اشتباه متوجه شدی. صبر کن به توضیح میدم. چی اشتباه متوجه شدم؟ فکر کردی من از پشت کوه اومدم؟ اونجوری که فکر میکنی نیست. این آب نباته. آها آره، بهش میگین آب نبات؟ خیلی خوبه. چند وقت استفاده میکنی یاماچ؟ از بچگیم به بعد نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. میگم آب نباته بابا جان، آب نبات. آب نبات واقعی. ما آب نبات انفجاری درست میکنیم. یعنی چی؟ راست میگه، واقعا آب نباته. چیز غیر قانونی درست نمیکنیم ما. بیا بریم تو. شما واقعا دیوونه این. قسم میخورم دیوونه این. قربونت برم عزیزم. داری از کنجکاوی میمیری مگه نه؟ راستش نمیتونم دروغ بگم، واقعا خیلی کنجکاو شدم. یعنی اون تو چیه که انقدر مهم و با ارزشه؟ بهم بگو. فقط همین؟ اینه که انقدر با ارزشه برات؟ شوخی میکنی؟ این گیتار ارکین کورنه؟ دقیقا خودشه. سال 1961 گیبسون لسپورت هستیم.
خودش داده به تو؟ شرط بندی کردیم برنده شدم. برای چی شرط بندی کرده بودی؟ خب بهتر اونشو ندونی. اون یکم چیزه، بیخیالشو. باشه. خیلی دلت برام تنگ شده بود؟ برای چی میپرسی؟ گفتم شب بیای بار، اما مثل این که طاقت نیاوردی. فکر کردی گم شدم. فهمیدم. نه، من واسه چیز اومدم. واسه چی اومدی؟ اصلا به تو چه؟ منظره رو نگاه کن، ببین چقدر قشنگه. نده بگیرش. خودت سردت میشه. نه سردم نمیشه. یماچ سنا، بگو که آرزویی، خواسته ای، چیزی برای آیندت داری؟ 3 تا بچه، اولی دختر، دومی پسر، سومی باز دختر. اگه از پسر خوشم نیاد از خونه بیرونش میکنم. با دخترم هم گروهی میریم تور دور دنیا. اون وقت مامانشون این وسط چی میشه؟ به من شه، با پسرش هر کاری میکنه بکنه. تو چی؟ چه آرزویی داری؟ نه. یه دونه داری؟ نه واقعا ندارم. چرا داری؟ خیلی خوب باشه. تو پاریس؟ تو یه رستوران موقع خوردن قمری پیشنهاد ازدواج بگیرم. قبوله یا نه؟ قمری ازمیر؟ نه، قمری پرنده. حالا من یه چیزی گفتم. قمری؟ من هیچ وقت اونقدر زندگی رو جدی نگرفتم که بخوام آرزوی خاصی داشته باشم. دقیقا برای همین دوست دارم، چون تو فرق داری. هر بار حرف میزنیم یه ثنای جدید از دلت در میاد. حالا وایسا، هنوز هیچی ندیدی. تو اهل ازمیری؟ از قمری فهمیدی؟ آره. آره اهل ازمیرم، متولد و بزرگ شده یه گزتپه. وای، پس دختر گزتپه‌ای؟ بله، پس چی؟ عالی. دقت کردی ما یا موقع طلوع خورشید میایم اینجا یا موقع غروبش؟ بله میدونم، خیلی هم دوست دارم. مثلا چقدر دوست داری؟ خیلی زیاد دوست دارم. باریکلا. شب بخیر آقایون. شب بخیر آقای. ممنون. شبتون بخیر. شب بخیر داداش. شب بخیر ایلهان. شبتون بخیر آقای. میخوام یک کم راه برم، هوا خوبه. ممنون آقا، دست درد نکنه. شب بخیر. شب بخیر آقای. شب بخیر. بگو ببینم چیکار کرده پسر. کارا رو به راهه. خوبه. آروم آروم، بچه ها بودن، چیزی نیست. بریم.
آبجو میخوری؟ برو دوتا بگیر بیا. آقای گاو عزیز، اگه خواهش کنم میشه گمشی بری؟ اگه یه دونه بوس بدی میرم. ولش کن! یامان! چی کار میکنی؟ ولش کن! ولش کن یامان! برو کنار. ولش کن. بیا یکم آب بخور. چرا دخالت کردی؟ داشتم حلش میکردم. هیچ کس نمیتونه به عزیزای من آسیب بزنه، فهمیدی؟ هیچ کس. داشتی میکشتیش. مگه ندیدی که؟ ببین خیلی خوب، آروم باش، اون دیگه گذاشت رفت. تو خوبی؟ ها؟ خوبه. خوبی؟ ها؟ من باید برم بکشمش. کجا بردنش؟ بردنش بیمارستان؟ میذارم میرم و دیگه نمیتونی منو ببینی. باشه با این کارات داری منو میترسونی. باشه تمام شد رفت. باشه. ای آقایون، حوصله مردم سر رفت. بچه بازی رو برکن بیا. شوخی میکنی؟ دستشو نمیبینی؟ هیچی نگو سنا. نزنه، بخونه، حتی نخونه، همینجوری وایس رو سن. همین واسه دخترها کافیه. زود باش پسر. این چی پیش خودش فکر کرده؟ الان میرم حالشو جا میارم. وایسا سنا، وایسا. چی کار میکنی؟ ولش کن. چشم من به جز تو هیچ کس رو نمیبینه. یه ماچ خیلی منو ترسوندی. باشه تموم شد. بیا بریم. آقایون میریم آهنگای باحال بزنیم. بگو. نمیخوای بیای پیشم؟ نه، چون میخوام موهاتو ناز کنم. بعد که تو خوابیدی من میرم سر کار. بعد تو بیدار میشی. بعد من برمیگردم اینجا، برات میدارم و میریم با هم ازدواج میکنیم. تو واقعا دیوونه ای. نه اینکه تو خیلی عاقلی. خیلی خوب دیگه عزیزم، وقت خوابه. فردا باید سر حال باشی. برای چی؟ گفتم که خیلی حواس پرتی سنم. وای آره خیلی میبخشی. قرار بود فردا عروسی کنیم، درسته؟ جدی که نگفتی نه؟ لوس مسخره. شب بخیر، دوست دارم. چی گفتی تو؟
گفتم شب بخیر. قبل از اون جدی نگفتی نه؟ بین اون دوتا اوه، از خستگی داری چیزای بی ربط میشنوی عزیز دلم. قرار بود موهامو ناز کنی. خلیل، چی شده؟ من پول لازم دارم. چقدر لازم داری؟ اونقدی که سنا رو ببرم پاریس. پاریس دیگه از کجا در اومد؟ مجبورم، چاره ای نیست. اونم خیلی فوری. خب چیکار کنیم؟ ببین یه بانک اون طرف هست، الان هیچ کس توش نیست. میتونیم بریم از اونجا دزدی کنیم. نظرت چیه ها؟ دیوونه شدی پسر؟ سلام داداش، کجایی؟ باشه. حدود 1 ساعت دیگه طرفای کارخونه قرار بذاریم. این کار شباهتی به کارهای ساختمانی نداره. پس متاسفم. خودتو ناراحت نکن. هر کی تو قمار ببازه تو عشق برنده میشه. مگه نه برادر؟ ما برنده نشی؟ قضیه رو ردیف کردی یا نه؟ آره ردیفش کردم. با اجازتون داداش، مخلص. ردیفش کردم، اما وقتی تو کل روز نیستی من چی کار باید بکنم؟ مشکلی نیست، میریم طرف پل سوم تا شبم برمیگردیم. باشه، پس من بهش زنگ میزنم که زیاد معطل باشه. اینو بگی ببینم. بگی. کسی رو با خودمون نبریم؟ لازم نیست برادر، میرم میذارن کف دست بابا. اصلا همراه داری؟ آره خیال جمع. باب دیگه منم دارم، مشکلی پیش بیاد حلش میکنی. خسته نباشی. سلامت باشی. اینو بگی یه دونه پرتقالم بر. باشه. خسته نباشی داداش. قربانت قهرمان. گفته بودم 250,000 تا درسته. فقط نقد ندارم، چک میکشم. نه رئیس، نقد میخوام. چقدر میتونی بدی؟ چه خبر شده یاماج؟ میخوام دوست دخترمو سورپرایز کنم. پسرم، هیچ زنی تو این دنیا به اندازه گیتار ارزش نداره. باهات هم نظر نیستم. خدای عقلی بهت بده پسر. داداش چقدر نقد میتونی بهم بدی؟ عجله دارم. 100,000 اما لیر کافیه؟ آره خوبه، کافیه. اینجوری به دلم نمیشینه. شماره حساب تو بده، فردا که بانک ها باز شدن بقیهش رو برات میفرستم. نه نمیفرستی. نمیفروشمش، امانتی میدم. منظور چیه یاماج؟ روزی که تونستم 100,000 تا رو پس بدم میام پسش میگیرم. باشه پسر، اما با سودش. واسه هر روزی که دیر کنی 1000 لیر سود میگیرم. باشه، اما تو هم باید پسش بدی. قول بده. قول. برمیگردم. قول میدم.
به اون خانوم از طرف من سلام برسون. بگو قدر تو رو حسابی بدون. میگم. دوبله شده در استودیو جن. میبینمت. خداحافظ. زندگی از شوخیای بد خیلی خوشش میاد. میتونی با کسی که 5 روز پیش باهاش آشنا شدی ازدواج کنی، اما وقتی فردا صبح بیدار میشی دیگه پیداش نمیکنی. بدون اینکه یه اسم برات گذاشته باشه راشو کشیده و رفته. برای اینکه به عشقت آسیبی نرسه، یه جوری که سر در نیاره تک و تنها ولش میکنی و میری.